تا حالا شده خسته بشی، ناامید و با خودت بگی دیگه نمیتونم ادامه بدم؟ دیوید گاگینز، یکی از سخت‌ترین مردای روی زمین، توی همچین لحظاتی به قانون کوکی جار متوسل میشه. قانون کوکی جار یعنی چی؟ یعنی یه شیشه ذهنی پر از خاطرات موفقیتات. لحظاتی که درد کشیدی ولی ادامه دادی. مثل وقتی که یه ماراتون رو تموم کردی با وجود زانوی مصدوم، یا وقتی با وجود ترس جلوی جمع صحبت کردی. گاگینز وسط تمرینات جهنمی نیروی دریایی که بدنش خونریزی داشت، فقط با یادآوری همین لحظات سرپا میموند. میگفت من اون آدمم که با پای شکسته تمرین رو تموم کرد. تو هم همچین لحظاتی داری، فقط فراموششون کردی. وقتی کم آوردی، برو سراغ اون شیشه، کوکیهات رو در بیار و به خودت بگو من از پسش برمیام، چون قبلا هم اومدم.